میپرسن چه موزیکایی گوش میدی؟ شاید باورتون نشه که همینا رو گوش میدم. موزیکای خیلی قدیمی و ترجیحاً شاد، چون موزیک قدیمی آره بیشتر صدای منو میشنون تا صدای خواننده رو، به خاطر اینکه موزیکای غمگین سریع تاثیر میذاره تو رویم. سعی میکنم موزیکای شاد گوش کنم. موزیکای نوستالژی که خود خواننده هم دیگه گوش نمیده ولی واقعا خوبن.